های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک و صفحه فیسبوک لاروین مایک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. اسحاق زی در خدمت شماست. امروز هفته جولای سال 2026 میلادی است و ما آمدم روز جمعه به ولایت زیبای سرپول، ولسوالی تازه تاسیس به نام سیدآباد. اگر راست شو بگم جایی که شما در تصویر میبینید از بچی کاکایم است، چون وقتی که تقسیمات شده بود این طرف مربوط به کاکای بزرگوارم شده بود، خدا اونجاش جنت داشته باشه، و اون طرفش هم مربوط به پدر بزرگوارم شده بود. جایی که در روز جمعه قسم که می‌رزه شما در تصویر می‌بینید با صدها نفر به خاطر فرار از گرمی به اینجا میه و آبش هم آبش کاملا تازه، قسم که می‌رزه در تصویر می‌بینید از زیر زمین آب سولاری است میبراید و در این اوز هموطنان عزیز ما آب بازی میکنند. خورد، کلان، کهنسال، نوجوان، اطفال، اون طرف یک جای ویژه برای اطفال هم مد نظر گرفته شده هستند و یک باغ خیلی ویژه، یک باغ کلان در پشت سر ما. درختایی را که شما در تصویر میبینید این درختها دیگه کاملا جای است که هموطنان عزیز ما وقتی که از بقیه ولایات ما به اینجا به خاطر چکر و سیاحت از این درختها استفاده میکنند و در زیر درخت هم برای هر درخت صفه جور شده و زیر اون صفه هموطنان عزیز ما می نشیند و از چکر و تفریحشان لذت میبرند. جایی که ابیلزه چون گفتم در ابتدای برنامه روز جمعه است و با صدها هموطن عزیز ما به خاطر آبازی به اینجا آمده. باش این وطن ما صحبت میکنم که ایشان از کجا آمده. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ بخیر هستین؟ نام شما؟ شایسته خان. شایسته خان از کجا هستین؟ از امی سرپول. از سرپول؟ بله. از کدام قریه آمدین اینجا؟ کلکشلاق علیزایی. علیزایی. همراه چند نفر آمدین؟ یکم 10 نفر هستن انجام. 2 نفر؟ بله. چقدر وقت میشه که دیگه اوز می؟ زیاد وقت میشه، تقریبا یک سال میشه. یک سال میشه؟ یک نیم سال ممکن میشه. خوب جای است؟ بله خوب جای است. خب امی سفر که میجه می لذت میبری یا نه؟ لذت میبریم. چرا؟ آبازی هم یاد داری یا نه؟ بله داریم. ایت یک دوست رفیق داره که آبازی یاد نداشته باشه؟ بله است کم متون. آزار خو نمیتید؟ نه ان شاء الله آزار نمیاد. اینجا به خاطر که چقدر است آزار هم نه شاید 2 متر باشه. بله شاید 2 متر باشه. از کجا مردم میه خبر داری؟ از امی ولایت سرپول هستن، جوزجان میاین دیگه، از این منطقه میاین. از منطقه چهار اطراف میه؟ بله. بخیر باشین، آرام باشین. سلام باشین. تشکر. زنده باشین. میبینید هموطنان وطنان عزیز ما مثل مایی جمع شدن در اینجا، اما ما اینجا اکتفا نمیکنیم، چند تصویر از اینجا برای شما شکار میکنیم و بعد جایی را که ما برای شما گفتیم آنجا را هم حتما به تصویر میکشم. از همتون خواهش میکنم که با ما باشید و امروز یا این عصر یک گزارش ویژه از باغ اسحاق زی برای شما داریم. بله وطندارای عزیز، قسمی که در تصویر میبینید چهار اطراف از آب خیلی پاک و صفا، هر 2 روز بعد و هر هفته 2 روز الا 3 روز آب از کاملا تبدیل میشه، تغییر میکند، چون آب تازه و آب شامل از همه تو یخ که بیخی دیگه. اما هموطنان عزیز ما از جاها و مکانهای مختلف به خاطر تفریح و آبازی به اینجا سر میزنن. ببخشید نام خدا یک جای خیلی ویژه برای هموطنان عزیز ما. باش که با این وطندار ما صحبت میکنیم. سلام علیکم. اولیک سلام علیکم. باز با خوب هستی؟ بخیر. خیریت است ان شاء الله. نام شما؟ نظر محمد هستم از ولایت جوزجان. از ولایت جوزجان نظر محمد جان شما آمدین؟ بله خوش سلامت باشین. دفعه اول است من یا دفعه دوم؟ چند بار است که میایم. چند نفر آمدین؟ ما 6 نفر. 6 نفر. بله. ساعت چند بجه رسیدین اینجا؟ ما 4:30 بجه بود رسیدیم. ها بودین 1 ساعت تو 4 ساعت هستین؟ نه 1 ساعت دیگه هستیم میمیریم. آبش یخ است یا نه؟ آبش خوب یخ است، تازه است دیگه. در گرمی میپره؟ خوب میپره. بزنین اول ملاقه بزن. بس کنید بچه‌ها. دوستان عزیز قسمی در تصویر میبینید از جوزجان، از ولایت زیبای جوزجان شهر شبرغان آمدم. ولی میگم یک ملاق میذارم مکتوب بفرمایید. منتظر ملاق ایشان هستیم. او به شک با این وزن ملاق زدن دیگه واقعا
کار هر کس نیست. آفرین شما. اینجا میبینید دوستای عزیز زیر او تربوز است و خربوزه است. پس که باشیم اینا را دیگه آورده که باز نوشجان میکنند. سلام علیکم. خوب هستین شما؟ بخیر هستیم. بخیر هستیم. نام شما؟ نصرالله. کی؟ نصرالله منصور. نصرالله منصور. بله. شما نصرالله جان از کجا آمدید؟ از شبرغان آمدیم ما. از جوزجان آمدید؟ بله از جوزجان. چند نفر آمدید؟ ما 8 نفر آمدیم. 8 نفر؟ بله. دفعه چندم است که میایید؟ اولین بار است که اینجا میاییم. اولین بار؟ اولین بار است که اینجا. چطور بود؟ جای خوبش بود یا نه؟ جای خوبش بود. همیشه تعریف توصیف شنیدیم که آمدیم. آها. خیلی منظره خوب است و عزیز. اون طرف نظام هم زیاد است. درخت‌ها است. بله. میدان وسیع است. از در نگاه خوب است به اینجا. خاطر فرار گرمی جوزجان و سرپل دیگه 45 درجه است. شما بهتر می‌دانید نه؟ 40 درجه میشه خیلی خطرناک. بازار و آب و هوای از حیدرآباد بهتر خوب است دیگه. دیگه خوشک نیست. آب سرپل آب و هوای سرپل دیگه. بی نظیر است. کار شما نه از جوزجان که خوب است. ما تیر از جوزجان. کجا سرپلی که ما هست؟ طبعا سرپل با دوست داریم. ما همین لحظه است منظرش خوب است. از نگاه خوب است. زیر پایم آواز خوب یخ است. یخ است نه. یخ سرد است. سر شبرغانی ها بر نخوره. یک جزیره است شبرغان. بخیر ما چون از مزار آمدیم یه باغ بچه کاکایم باز چون ما در مزار زندگی میکنم. باز مزار دیگه از جوزجان بدتر است. بله سند شما مادر جزیره است. بله پدر جزیره است. بفرمایید بندازین خدا برین بخیر. دوستای عزیز میبینین در تصویر که آبش نام خدا خیلی یخ است. خیلی یخ که این خربوزا و این تربوز دیگه اینجا خیلی خوب یخ میکنه. وای 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 وای. و ما این طرف هم برایتان به تصویر میکشم که موتورایی را که میبینید این کلش از هموطنان عزیز ماست به خاطر چکر و تفریح و برای حوض آمدن و یک جای ویژه هم این طرف است. میخوایم که این طرف هم اون طرف از نزدیک به تصویر بکشم. با ما باشید انشالله. دوستان اگه ما رو در تصویر بیارین تو می بانک وطندارای عزیز در گرمی 45 درجه 42 درجه یا فراتر از 40 درجه کامروی ما تاب نمیره ولی باز ما تصویر میگیریم. یک وقت اینجا یک میدان فوتسال بود. فعلا ایرا به چمن تبدیل کرده و میدان فوتسال اینجا تهیه کردن. قسمی که در تصویر میبینید این میدان در پلوی از یک حوض آبازی است. میدان فوتسال هم است و همچنین میدان والیبال هم خوشبختانه در اینجا است. یعنی شمایی که اگر علاقمند به ورزش هستین فوتبال، فوتسال هیچ تشویش نکنین و باغ خیلی کلان است. ما میخوام چهار اطراف این حوض بچه کاکا را به تصویر بکشم. میبینین این جای والیبال است چون فعلا این طرف آفتاب است و دوستا آنجا بازی میکنن ببخشن والیبال بازی میکنن و درخت بید با نام درخت بید مجنون یاد می شود. خوب درخت است و
از زیر سایه درخت‌ها قسمی که در تصویر می‌بینید اکثریت هموطنان عزیز ما میشینن و باش ما با چند تا صحبت بکنیم که نه از کجا آمدن. سلام علیکم. خوب هستین شما؟ خیرتی است؟ بخیر هستین؟ خوش آمدید. خوش باش. نام شما؟ نام ما رحمت الله است. رحمت الله؟ بله. از کجا آمدین؟ از جوزجان. جوزجان آمدین؟ بله. چند نفر آمدین؟ یک 12 نفر هستیم، 2 موتر شده آمدیم. آبازی کردین یا نه؟ نه والا. کم بیربار کم شده میکنیم. بعد از کم شدن بیربار شما تصمیم دارین آبازی بکنین. دفعه اول ترس اینجا آمدین؟ چطور بود؟ جای آمدن ارزش آمدن نداره؟ بله خیلی خوب جای است. خب از بچه‌ها از دوستا حتما تعریفشون شنیده بودین. بله تصمیمش شنیدیم. از خاطر از ما آمدیم. خوش آمدین. خوش باشین. بخیر باشین. تشکر. سلامت زنده باشین. در ابتدای برنامه هم گفتم دوستای عزیز که این صبح را که شما در تصویر می‌بینید که هموطنان عزیز ما با هم نشسته و از تفریح روز جمعهشان لذت میبرن. یعنی برای همه هموطنان عزیز ما جای مد نظر گرفته شده، ولی یک موضوع متاسفانه میخوام که گوشزد بکنم که برای فامیلا دیگه جای نیست، خصوصا باز روز جمعه اصلا جای نیست چون بیربار و ازدحام خیلی زیاد است. و ما با بچه کاکا گفتم اگر برای فامیلا هم یک جای ویژه مد نظر بگیرین، گفت نظر به مشکلات و نظر به بعض موضوعات ما نمیتونم که فامیلا را در اینجا پذیرایی از فامیلا پذیرایی بکنیم. امیل لحظه میبینید که نامخدا خیلی خوب سایه است و از در زیر این سایه هموطنان عزیز ما نشستن و از تفریحشون لذت میبرن و این درخت‌ها را که میبینید که براتون نوش جانتان. خوش آمدین. از کجا آمدین؟ چهارباغ خود ما؟ خوش آمدین. خوش آمدین. بچهای منطقه چهارباغ در هر طرف که میبینید نامخدا خربوز و تربوز است ولی اینجا دیگه واقعا هموطنان عزیز ما دیگه شرط اولش یا هدف اصلیش آببازی است. من میخوام که بیرون این حوض آببازی بچه کاکا را به تصویر بکشم و ناگفته نماند که گلهای رنگارنگ که میل از شما در تصویر میبینید اینجا گلدان و همه چیز است. انشالله هیچ کمبودی ندارند. این طرف میبینید گلای زرد است و او طرف هم اون در زیر او درخت ها هموطنان عزیز ما نشستن و از تفریحشان لذت میبرند. این دروازه ورودی حوض یا باغ است و باش که من این طرف هم به تصویر بکشم جایی که موتورسیکل هموطنان عزیز ما که از اینجا دیدن میکنن برایتون نشان میتونم و گاه حقات فامیلیا در کنج اینمی قلا میشینن، اما نه روزهای جمعه و هم باید از قبل هماهنگی صورت بگیره. شما که اگر از مزار شریف میایین بس خیر است با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ ما در روی اسکرین تلفن و تلویزیونتان هست. ان شاء الله ما حتما همکاری میکنیم با شما و حتی امکان تلاش میکنیم که برای فامیلیا حداقل اگر در آنجا در زیر درختان نمیشود در کنج نمی قلا اینجا هم یک جای سوپگک است که برای فامیلیا مد نظر گرفته شده هستند. چند تصویر دیگر هم برای شما از این باغ شکار میکنیم. بعد دیگه ما از شما مرخص میشوم و باید خدا پس به مزار شریف برسانم و بتونم که گزارش حداقل اگر امشب نمیشه روز جمعه برای فردا شب بخیر برای شما آماده بکنم.
از همتون یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با ما بدین. ما هم دیگه باید مرخص شویم و پس از اینجا میبریم میریم بخیر انشالله. تلاش میکنیم که امشب و اگر امشب نشد فردا شب بخیر حتما این گزارش با شما نشر میسازیم و ناگزیر هستیم که از اینجا بخیر حرکت بکنیم طرف مسیری که ما تهیه کردیم. ولی هنوز هم عصر است. هموطنان عزیز ما اینجا مراجعه میکنن و از آببازیشان لذت میبرن. در ابتدای برنامه هم گفتم که این سرک را که شما فرعی را که شما در تصویر میبینید تقسیمات شده بود و میخوایم که به طرف حوله پدری هم چند قدم بگذارم بعد با شما خداحافظی بکنیم. از اینجا با اون طرف از زمینه پدرم است ولی فعلا دیگه کمش فروخته نظر به شرایط افغانستان. اما این آب را که شما در تصویر میبینید این آب چای عمیق است یا سولر است به اصطلاح بگویم. این از سولرایی که اینجا شما در تصویر میبینید کشیده میشود و بعد با پیاز و رومی و بادرنگ هر آنچه را که کشت کردن آبیاری میشود و کنجی این دیوار را که شما در تصویر میبینید این نظامی به اون طرف دیگه حولی پدری است. چون ما برای باز سوی تفاهم نشود در ولایت سرپل دو جای زندگی میکنیم. مرکز اصلی یا جایگاه اصلی همین جاست که به نام سیدآباد یاد می شود. باید در ولسوالی سوزمخله سرپل هم زمین داریم و پیاز امسال میبینیم پیاز سرپل که نام خدا از خود نام دارد اما نظر به قیمتش خیلی دیگه پایین است. این که در تصویر میبینید اینی خوارزاده ایم است محمد الله است. اینی خوارزاده ایم است و هر دفعه که بیایم باید برای از 10 پانی پرداخت بکنم و برش پرداخت هم کردم امروز با خودش نه البته به بیادرش. خب تا برنامه بعدی که ساعتی در خدمت شما قرار میگیره همه شما رو به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.